موقع عصبانیت طرف مقابلت رو بشناس. این یک باور خیلی رایج توی جامعه است که همه میگن اگر تو میخوای طرف مقابلت رو بشناسی، شخصیت واقعیش رو موقع عصبانیت بشناس. اما من امروز میخوام با یه فکت علمی این باور رو کاملا ردش کنم و بذارمش کنار. زمانی که شما عصبانی میشید و هیجاناتتون در سطح خیلی بالا قرار میگیره، اتفاقی که برای مغز شما میفته اینه که اون قسمت منطقی و قسمت پردازشگر احساسات شما یه جورایی میره توی حاشیه و فعالیتش کم میشه و این باعث میشه که شما توی عصبانیت، توی خشم بالا و توی احساسات خیلی شدید هیچ کنترلی روی خودتون نداشته باشید و در واقع یک سری رفتارهایی از خودتون نشون بدید که شاید اصلا به صورت منطقی دوست نداشته باشید اون رفتارها رو انجام بدید یا اصلا دلتون نخواد اونجوری رفتار بکنید، ولی اونقدر اون عصبانیت، اونقدر اون احساسات شدیده روی شما تأثیر بذاره که از خودتون یک سری رفتارها نشون بدید. پس تو نمیتونی موقع عصبانیت شخصیت واقعی طرف مقابلت رو بشناسی، بلکه تو موقع عصبانیت با یک آدمی روبرو هستی که قسمت منطقی مغز خاموش شده و یک سری ترس‌ها، یک سری تروماها و یک سری آسیب‌های درونی اومدن بالا و دارن موقع عصبانیت خودشون رو نشون میدن. آدم‌ها موقع عصبانیت اون شخصیتی رو که دوست ندارن از خودشون نشون میدن، اما خیلی وقتها بلد نیستن که چجوری این شخصیت رو کنترل بکنن، بلد نیستن که چجوری از اون رفتاری که دارن توی عصبانیت از خودشون نشون میدن جلوگیری بکنن. اون شخصیتی که تو داری از طرف مقابل توی عصبانیت میبینی شخصیت واقعیش نیست، شخصیتیه که به خاطر نداشتن عدم مهارت داره از خودش نشون میده و اگر اون آدم مهارت ورزی بکنه، اگر اون آدم روی درونش کار بکنه، اگر اون آدم روی زخمهای خودش کار بکنه، میتونه یک شخصیت بهتری از خودش نشون بده. پس تویی که طرف مقابل هستی، یعنی در واقع یه جورایی روبروی طرف مقابلت ایستادی، شخصیت اون رو توی عصبانیت قضاوت نکن و تویی هم که توی هر شرایطی عصبانی میشی و از خودت رفتارهای نادرست نشون میدی، سعی کن روی شخصیتت کار کنی و مهارت ورزی داشته باشی و شخصیت خودت رو ارتقا بدی.